مفتشان فسب روسیه زاده تاجیکستان در دبای فیروز تیمور بویویچ را که شهروندی روسیه دارد به خیانت به دولت عیبدار کردند. در این باره شام چهارشنبه 21 دکمبر سال 2022 خبرگزاری رسمی روسیه تاس خبر داد. مقامات حفظ حقوق روسیه به تاس گفتند که دو بویف به حبس گرفته شده در سزای بازداشتگاه لیفورت و نگاه داشته می شود. در جریان چاره‌بینی های فوری و جستجویی در دبای فیروز تیمور بویویچ دستگیر گردید که مفتشان فسب به ضد او بر اساس ماده 275 کدکس جنایتی روسیه با اتهام خیانت به دولت عیبنامه اعلام کردند. او به حبس گرفته شده است و در دوره تفتیشات در بازداشتگاه لیفورت و نگاه داشته می شود، گفته است همصحبت تاس. جزئیات دیگر پرونده جنایتی که در آن فعلا تنها نام ددبایف است به دلیل مخفی بودن تفتیشات نشر کرده نمی شود. معلوم نیست که آیا فیروز ددبایف به جاسوسی به منفعت کدام کشور عیبدار می شود. در پی آغاز جنگ روسیه با اوکراین در روسیه بازداشت افراد با اتهام جاسوسی به مراتب افزوده است. در همین حال روز 21 دکمبر خدمات مطبوعات دادگاه نویه لیفورت شهر مسکو به خبرگزاری تاس خبر حبس ددبایف را تصدیق کردند و گفتند زمان حبس او تا 2 ماه دیگر تمدید کرده می شود. با قرار دادگاه نویه لیفورت و از 20 دکمبر سال 2022 نسبت به ددبای فیروز بر اساس ماده 275 کدکس جنایتی روسیه به خیانت به دولت عیبدار می شود. چاره پیشگیری در نمود حبس به مدت 2 ماه یعنی تا 26 فوریه 2023 تمدید کرده شد. خبر دادن در دادگاه لیفورت و در این دادگاه همچنین خبر دادند که فیروز ددبایف زاده تاجیکستان است. به او بر اساس ماده 275 کدکس جنایتی روسیه برای خیانت به دولت و جاسوسی همچون جزا از 12 تا 20 سال زندان با جریمه به مبلغ تا 0.5 میلیون روبل تهدید میکند. درباره فیروز ددبایف معلومات موثق هنوز دسترس نشده است. در منبع‌های بوستن ها در سامانه بیزنس رزویدکا RF معلوماتی است که بر اساس آن نفر با نام ددبای فیروز تیمور بویویچ سال تولدش 1977 از سال 2008 به این طرف طبق قرارداد او به حیث مهندس پشتیبانی فنی شرکت هواپیمایی سیبر اس-7 در فرودگاه دمده دفاعی مسکو کار میکند. بنا به اطلاع بیزنس رزویدکا ددبایف مهندس گروه پشتیبانی وسایل علاقه و تکنیکی کامپیوتری بوده. وظیفه‌اش خدمت رسانی فنی و تامین برنامه‌سازی کامپیوترها و دیگر تکنیک شرکت هواپیمایی سیبر در فرودگاه دمدید و می باشد. درباره فیروز ددبایف معلومات دیگری تا این صورت به دست نآمده است، ولی این یکی از نخستین موردهای حبس زادگان تاجیکستان در روسیه با اتهام جاسوسی و خیانت به دولت است. حداقل یکی از اولین چنین موردها که رسانه‌ای می شود.